هی موسابیا، من سهیلم، اینجا CVU و خیلی خوش اومدیم به چنل من. امروز میخوام راجع به پرامپت صحبت کنم. پرامپت کلید جادویی ارتباط ما با هوش مصنوعیه. پرامپت دستوریه که ما به مدل‌های هوش مصنوعی میدیم تا بفهمه که ما چی میگیم. یعنی میشه گفت زبان مشترک بین انسان و هوش مصنوعی پرامپت نامیده میشه. You know what I'm saying؟ این توضیح یک جمله‌ای درستشه. Thanks for watching CView channel. حالا اهمیت پرامپت در این دور زمونه چیه؟ چه در تولید محتوا، چه کدنویسی، حتی در طراحی مثل نقشه کشی، ساختمان سازی و غیره، پرامپت ها دارن دنیای ما رو متحول میکنن. بین عموم مردم پرامپت نویسی از کجا رواج پیدا کرد؟ از چت GPT، یک مدل زبانی از هوش مصنوعی که باید برای صحبت باهاش پرامپت بنویسی. این دم دستی ترین نوع پرامپت نویسیه، یعنی همه میتونن. هرچی کیفیت پرامپت نویسی شما بهتر باشه، هوش مصنوعی بهتر میفهمه شما چی میخواین، چه در تولید عکس، چه در تولید یک مقاله، چه نقشه کشی یک ساختمان، چه تولید یک ویدئو. دارم خیلی ساده توضیح میدم که یک درک جامعی ازش داشته باشین. کسی که میخواد به هوش مصنوعی کار کنه، چه آرتفیشال اینتلیجنس باشه، چه ماشین لرنینگ باشه، باید پرامپت خوب بنویسه. دقیق، درست، جای خودش یک هنره. پرامپت آرت هم بهش میگن، پرامپت آرتیست هم بهش میگن. کسی که با پرامپت خوب یک عکس یا یک ویدئوی بی‌نظیر بسازه، AI آرتیست یا پرامپت آرتیست در نظر گرفته میشه یا نامیده میشه. چطوری یک پرامپت خوب بنویسیم؟ اول باید ببینیم که اون مدلی که داریم باهاش کار میکنیم یا اون سرور، مثلا میدجرنی، نوع خاص خودشو در پرامپت نویسی داره. مثلا تاریخ، زاویه دوربین، رنگ، استایل. خب در مقابلش دریمینگ که هوش مصنوعی تولید عکس کپکاته، مثلا رنگ، تاریخ، استایل و زاویه دوربینه. متوجه اینا رو جا به جا بذارین، اون کیفیت خفن رو بهتون نمیده. یه چیزی میده ولی اونی نیست که شما میخواین. این یه نکته خیلی مهمشه. نکته مهم بعدی شفاف و دقیق نوشتنه. یعنی شما در ابتدا چشمات رو میبندی، من دارم در رابطه با آرتش صحبت میکنم. چشمات رو میبندی، تصور میکنی که چی میخوای، شروع میکنی به نوشتن. اینجوری هم نباید بنویسی که یک عکس زیبا در کوه به من بده. این اشتباهه. باید بنویسی مثلا ایران، دماوند، فلان سال، با فلان دوربین، فلان زاویه، فلان لنز، داکیومنتری استایل مثلا یا پروفشنال فوتوگرافی استایل. به عنوان مثال دارم میگم. اون یک کوه زیبا خودش میسازه. این که تو دقیق بگی چی میخوای، اونو مثلا اون دماوندو که بهتون گفتم با یک قورباغه‌ای که لباس چرم پوشیده، اینو بنویس. بعد اون عکس خاص برای تو خلق میشه. ولی هوش مصنوعی هیچ وقت نمیاد یه قورباغه با لباس چرم خودش برات بسازه. خودش خلاقیتی نداره. خلاقیتش در یک کله. و یه نکته مهم رو اضافه کنم، هر آرتیست هوش مصنوعی آرتیستشا، در جاهای دیگه هم حتما هست، پرامپت مخصوص خودش رو داره. یعنی این پرامپت هایی که من براتون میذارم چیزاییه که مدتها بهش رسیدم، یعنی خیلی تلاش کردم تا به اینا رسیدم. پس بنابراین لایک بزنید تا یه خستگی از من در بره. You know what I'm saying؟ بعد آرتیست ها نمیان پرامپت خودشونو به کسی بدن.
واقعا پدر من در اومد تا تونستم این چیزی که میخوامو به دست بیارم. سرچ میکردم نبود، میدیدم نبود، از خودشون میپرسیدم، میگفتم این پرامپتی که نوشتی چی جوریه؟ نمیگفتن. تکرار تکرار تمرین تکرار، مینویسیش رو کاغذ، اونجا مینویسی، نبود خط میزنی عوض میکنی. یعنی الکی نیست. آرتیست هوش مصنوعی شدن اصلا الکی نیست. شما هیچ وقت نمیتونی یه عکسی مثل دوپیدو خلق کنی. شاید بتونی نزدیک بهش بشی ولی نمیتونی و نبایدم بخوای که مثل اون بشی. تو باید روش خودت، سبک خودت رو بسازی که هر کی دید بگه او این کار سهیله، یا مثلا این کار علیه، این کار سعیده، این کار نیوشاه. مثال آینده پرامپت نویسی چیه؟ آینده پرامپت چی میشه؟ آیندهش به نظرم اینه که ما بیشتر در طول روز مجبوریم ازش استفاده کنیم. وسایل دستمون مثل گوشی، لباسشویی، ماشین‌های ظرفشویی، حتی یخچالمون نیاز به پرامپت دارن احتمال خیلی زیاد در آینده. یا ربات‌هایی که توی خونه هامون خواهد اومد، با پرامپت باید باشون صحبت کنیم یا حداقل دستور کلی رو بهش بدیم و اینکه بیشتر زندگیمون با پرامپت گره خواهد خورد. پس بنابراین باید یاد بگیریم. حالا اینو شما به من بگین، بهترین پرامپتی که نوشتید تو کدوم پلتفرم بوده یا تو کدوم مدل بوده؟ جی پی تی بوده، میدجرنی بوده، جنکرافت بوده، جن 2 بوده؟ اینو بهم بگین، ممنون میشم. با هم گپ بزنیم تو کامنت ها. اینجوری حس میکنم مفید بوده حرفم، ویدیوام دیده میشه. و دمتون Thanks for گرم. watching Seaview لایک و channel. سابسکرایب هم یادتون نره که بکنید. تا ویدیوی بعدی، چاو چاو.